سلام دوستان، امروز قراره یک مربای به خوش رنگ و خوش عطر درست کنیم. ابتدا به ها رو خوب میشوریم و به دلها خرد میکنیم. حالا 2 روز توی یک جای خنک میذاریمشون تا کمی خشک بشن و رنگی بهتری بگیرن. بعد آب و شکر رو میذاریم روی حرارت تا جوش بیاد. به ها رو میریزیم داخل شربت، حرارت رو ملایم میکنیم. 1 تا 2 چوب دارچین هم اضافه میکنیم تا عطر مربا فوق‌العاده بشه. از اینجا دیگه باید صبور باشین. صبر میکنیم حدود 12 تا 13 ساعت تا مربا آروم بپزه و خوش رنگ و خوش عطر بشه. وقتی شربت غلیظ شد، به این حالت مربا آماده است. میریزیم توی شیشه تا 1 سال میتونیم نگه داریم در یخچال و یا در جای خنک. خب دوستان عزیز، این مربا خیلی خوشمزه میشه. حتما امتحانش کنید. اگه سوالی داشتید خوشحال میشم در کامنت ها بنویسید.